سلام بچه‌ها، چطورین؟ اومدیم بریم یه ساعت از رولکس پیکاپ کنیم. رولکس نشونه برای بچه‌ها بده. نه میخوای وایسام انقدر راه نریم. بذار وایسام من این نکته بگم. یه سری اصطلاح تو دنیای ساعت هست. وقتی می‌خری میگن فول ست، چه می‌دونم فول استیکر. یه توضیح کوچیک می‌خوام بدم. آقا فول ست ساعتیه که باکس داشته باشه، کارت داشته باشه که اون سرتیفیکیتشه، یه سری تگا باهاش میاد و اینو بهش میگن فول ست. خیلی هم نرماله. یه اصطلاح دیگه هست به نام فول استیکر. آقا فول استیکر بچه‌ها از زیده تو ایران 99% ساعت‌های شما میگین فول استیکره. ساعت وقتی از کارخونه میاد با یه سری استیکر میاد که خط و خش نیفته، میاد اینجا مردم دستشون میکنن یه حالت محافظتی بشه که دست اونر بعدیش میره طرح تمیز و شیک و مرتب باشه دیگه. وقتی شما ساعت از نمایندگی میخری همه اینا رو ریموو میکنن. یعنی واقعا ساعتی که دست اون مشتری میره هیچ استیکری روش نیست، مگه اینکه توی شرایط خیلی خاص یه تعداد خیلی محدودی با استیکرها میره. ولی نه چه جوریه تو ایران 99%تون همتون فول استیکرین بابا. شیطونا چیکار دارین میکنی؟ خب ریلکس باشین بریم.